بریم ببینیم چقدر میارزیم. با مو شروع میکنیم. مو خب اکثر انسان‌ها دارن و رشد میکنه خودش، ولی خب شنیدم موی خانوما توی مباحث آرایشی و اینا بعضی خود مو رو میفروشن و خیلی قیمت داره، 60 میلیون، 70 میلیون، $700، $1210. خدایی بچم نشست. ریه‌مو برای چی باید بفروشم؟ ولی اگر یک روزی بخوام بفروشم باید به یه قیمتی باشه که 7 نسل بعدم عشق کنن، بگن عمو تئو ریه‌شو فروخت ولی مثلا نتیجهش یه جزیره داره، نوش مثلا نصف فلان. آقا ولش کن. چند؟ $2 میلیون، $290,000. لامبورگینی میشه؟ نه ولش کن. نه جمجمت همراه با دندونات. مغزم کجا قرار بگیره؟ من جمجمه‌مو دادم، مغزم به چی میخواد تکیه کنه نمیدونم. میرم یهو مثلا جمجمه‌مو فروختم، میرم بیرون میخورم گوشه دیوار، تموم میکنم. چرا؟ چون خود مغزه میخوره دیگه. anyway گرون دندونا هم که گرونن. همه چی رو باید با نی بخورم. $300,000. $1200. نده دیگه داداش، همونم نده. بیا ببر، بیا اصلا این سر منو از تو بکن ببر. آپاندیس به درد نخورترین البته در حال حاضر عضو بدن فکر کنم قدیما کارایی داشته برای هضم مواد گیاهی و اینا، اگه اشتباه نکنم. الان به کار نمیاد. آپاندیس هم همینجور رایگان در میارن دیگه خودشون اگه درد بگیره. فری. $25. اونم داداش باشه پیشت، قابل دار نیست مثل بقیه پول. باشه داداش. بیزه ها، یه بیزه ارزون میشناسم، اگه کسی خواست بگی آدرس میدم بره برداره، ولی اصولا توی آقایون چون باعث تولید مثل میشه باید خیلی گرون باشه. بعضی تو تولید مثل کلا دوست ندارن، میرن خودشون شنیدم شیلنگاشون رو میبندن، نمیدونم چیکار میکنن. شاید همونان که میفروشن. $20,000. پشمام. دقیق گفتم. مغز. الانم بدون مغزم راحتم. اگه پول میدید نمیدونم چقدر میدید، $500,000 میدید. مغز قیمت نامشخص. من خیلی کم گفتم، بیشتر از این حرف هاست. جالبه. لطفاً به فکر فروش و اینا نباشید. مرسی، خداحافظ.